بعضی زندگی‌ها پر از اتفاق نیستن، اما پر از لحظه‌هایی که اگه چشم ببندی از بین میرن. آبادان دهه 40، جایی که فرهنگ‌ها، آدم‌ها و صداها در هم ادغام شدن. و کلاریس، زنی ارمنی، کنار همسرش آرتوش و 3 فرزندش زندگی آرومی داره. آروم و بسیار یکنواخت. صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیش در فلزی حیاط و صدای دویدن روی راهباریکه وسط چمن. لازم نبود به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کنم. 4:15 بعد از ظهر بود. در خانه که باز شد دست کشتم به پیشوندم و داد زدم. روپوش درآوردن، دست و رو شستن. کیف فرد نمی‌کنیم وسط راه رو. جعبه دستمال کاغذی رو سراندم وسط میز و چرخیدم طرف یخچال شیر در بیاورم. بله، کلاریس زنی است که میان آشپزی، کار خانه، دغدغه‌های بچه‌ها و همسایه‌ها گیر افتاده. روزی مردی به نام امیل به خانه روبرویی نقل مکان میکنه و حضور این مرد روزمرگی آرام کلاریس رو زیر سوال میبره. زویا پیرزاد استاد روایت همین لحظه‌های کوچیکه. لحظه‌هایی که خیلی وقتها فکر میکنیم بی اهمیتن، اما زندگی از همینها ساخته میشه. کلاریس در روایت‌هاش مدام از جزئیات میگه. بوی غذا، رنگ پرده‌ها، رفتار بچه‌ها، خاموش کردن چراغ‌ها و نخستین جمله‌های کتاب خودش یک امضاست. چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم. همیشه من خاموش می‌کنم. من همیشه باید یادم باشد چه چیزی رو کی خاموش کنم. از همین ابتدا می‌فهمیم او مسئول خاموش کردن چیزهاست. از چراغ گرفته تا خواسته‌ها و رویاهای خودش. امیل اما برعکس برای کلاریس مثل یک چراغ روشنه. نه به معنای عاشقانه و هیجان انگیز. به معنای یادآوری. یادآوری این که کلاریس زمانی من دیگری داشته. زنی با رویاها، با خواسته‌های شخصی، با زندگی فراتر از قاب خانه. کلاریس میفهمه اون چه که دلش رو میلرزونه لزوماً عشق نیست. شاید دلزدگی از تکراره. شاید نیاز به دیده شدنه. اون بارها میگه من همیشه میان بودن و نخواستن و خواستن و نتوانستن گیر میکنم. و این جمله روایت زندگی خیلی از زنانه. زنانی که همیشه باید عاقلانه تصمیم بگیرن و انتخاب کنن، حتی وقتی دلشون میخواد فقط یک بار احساس کنن. امیل نه قهرمانه نه عاشق پیشه. یک مرد معمولیه که حرف میزنه و میشنوه. چیزی که شاید سالهاست کلاریس از اون محروم بوده. در بخشی از کتاب میخونیم حرفایش ساده بود، اما من مدتها بود کسی را نداشتم که با او از چیزهایی بگویم که برایم مهم است. این رابطه آرام و بدون تعهد در دل کلاریس چیزی رو بیدار میکنه. حس دوباره دیده شدن. کلاریس کم کم رفتارهاش تغییر میکنه. بیشتر به خودش توجه میکنه. به انتخابهاش فکر میکنه. و به اینکه چقدر از زندگی دور شده. زویا پیرزاد با ظرافت نشون میده که تغییرات بزرگ از دل تغییرات کوچیک خلق میشن. و جمله از کتاب این حس رو خیلی خوب نشون میده. گاهی فکر میکنم زندگیم از آن من نیست. فقط دارم انجامش میدهم. اینجاست که ما به عنوان خواننده کلاریس رو نزنی در یک زندگی ساده، بلکه اون رو آینه ای از خودمون میبینیم. نقطه اوج داستان تصمیم کلاریسه. نوشتن نامه‌ای به امیل. نه یک اعتراف عاشقانه، نه یک جدایی دراماتیک، بلکه مواجهه‌ای با خودش. اون در نهایت میفهمه که این رابطه قرار نیست زندگیش رو دگرگون کنه. فقط اومده تا به اون یادآوری کنه چه چیزی رو در خودش گم کرده. پایان این رمان از جنس نگاه‌های بلند پروازانه نیست. نه خونه‌ای خراب میشه، نه زندگی زیر و رو میشه. کلاریس به زندگی خودش برمیگرده. اما زنی که برمیگرده
همون زنی نیست که ابتدا دیده بودیم. چیزهایی رو خاموش میکنم، اما نه همه چیز رو. درسته، کتاب با همین لحن میگه که گاهی لازم نیست همه چیز رو تغییر بدیم. فقط کافیه خودمون رو یک بار دیگه ببینیم. حالا اگه شما دوست دارید رمانی بخونید که به جای هیجان آرام آرام در شما ته‌نشین بشه، چراغ‌ها رو من خاموش میکنم یکی از بهترین هاست.